سلام رفقای جان، خیلی مخلصیم. آقا امروز اومدیم یه نگاه فوق‌العاده متفاوت و جالب به زیر تا پیاز زندگی جناب مستر بین بندازیم، دورمیش کنیم. دمتون گرم. یعنی هر چی که فکر کنید تو این ویدیو براتون آماده کردیم. از منظورم این ببخشید از رابطه عاشقانه مستر بین با دوست دخترش بگیر تا طلاق و گیس کشی و حتی درآمد انگفتش که انقدر صفر داره و زیاده که من یکی از شمردنش تصمیم تایم پاره کردم که نوش جونت باشه مرد حلالت. پس آخر ویدیو همراهمون باشین، کلی چیز خفن و متفاوت قراره ببینیم که کرک و پر هممون یعنی بریزه چیزی نمونه. پس بدون معطلی زنگوله کنار ویدیو رو به صدا در بیار که بریم سراغ آقای مستر بین. شماره 1. شاید براتون جالب باشه بدونید مستر بین دچار مشکل لکنت زبان شد و قادر نبود حرف بی و تمام کلماتی که با این حرف شروع می شدن و به درستی ادا کنه. به همین دلیل رفقا جسابی ایستگاهشو گرفته بودن و باعث شده بودن که به کلی از بازیگری ناامید بشه. ولی روحان نه تنها ناامید نشد بلکه کاری کرد، کارستون و شخصیتی خلق کرد که یک دهه به پرفروشترین فیلم تاریخ بریتانیا و خیلی از کشورهای جهان بشه. شماره 2. پای ثابت همه قسمت‌های مستر بین یه ماشین داغون و قدیمی بود که مستر بین فقط سوار همین ماشین میشد و بدجوری عاشقش بود. بله، مستر بین همواره یه لیلاند مینی 1000 سبز لیمویی داشت که مدل سال 1977 بود. این اتومبیل خاطر انگیز در حال حاضر تو موزه موتور ملی بریتانیا در همپشایر قرار داره. شماره 3. جناب مستر بین وقتی 35 سالش بود با سانترا سایستی 33 ساله ازدواج کرد که ثمره این ازدواج یک فرزند پسر به نام بن و یه دختر به نام لیلی شد. اما این پایان ماجرا نبود و بعد از 25 سال زندگی مشترک در سال 2015 این زن و شوهر از هم طلاق گرفتن. مستر بین اما 1 سال قبل از طلاق رسمی از همسر اول خودش با لئو فورد کمدین انگلیسی آشنا میشه و با هم ازدواج میکنن که از زن دومش در سال 2017 و در 62 سالگی صاحب یه فرزند به نام آکینسون میشه. شماره 4. کاراکتر مستر بین به قدری در بین مردم چین پرطرفدار شد که مسئولان این کشور در اقدامی جالب تصمیم گرفتن مجسمه مستر بین رو ساخت و در موزه مومی چین در کنار ولادیمیر پوتین و کیم جونگ اون قرار بدن. حالا یا این و اونو نمیدونم. شماره 5. اتینگسون همیشه دوست داشت فرزندش هم وارد عرصه سینما کنه که اتفاقا موفقم شده. در فیلم تعطیلات مستر بین دخترش لیلی هم برای لحظاتی ایفای نقش کرد. شماره 6. نکته بعدی خیلی سمه، عجیبه، غریبه، ولی باید بگم واقعیت داره که هیچ کسی اسم کوچیک مستر بین رو نمیدونه و حتی تو پاسپورتش هم فقط از اسم مستر بین استفاده شده. لعنتی این چه عکسیه برای پاسپورتت گذاشتی جانم. شماره 7. مستر بین کنار همه دیوونه بازیاش یه نامزدم داشت که یه دل نه 100 دل عاشقش بود. نقش ایرما گوب که نامزد مستر بین بود و ماتیلدا زیگلر بازی کرده که معروف ترین سکانسشون همون سینمای معروفه که از ترس به خودشون ترسیدن، یعنی چیش کردن. شماره 8. در سال 2014 در تحقیق صورت گرفته توسط بریتیش کانسیل شخصیت مستر بین بالاتر از چهره‌های سرشناسی چون چارلی چاپلین به عنوان یکی از بزرگترین شخصیت‌های بریتانیایی انتخاب شد. شماره 9. محبوبیت مستر بین در سراسر جهان و به خصوص چین روز به روز بیشتر میشد تا جایی که چهره مستر بین رو در قالب یه مزرعه برنج در شینیانگ ساختن. شماره 10. و بالاخره رسیدیم به آخرین و جذابترین نکته درباره مستر بین. همونطور که اول ویدیو توضیح دادیم مستر بین یکی از ثروتمندترین افراد جهانه. حالا فکر میکنید درآمد چقدره؟ مستر بین تونست با کمترین دیالوگ ممکن به 120 میلیون پوند ثروت برسه که نوش جونش باشه و ممنونیم ازش بابت تمام لبخندایی که رو لبامون آورده. دمت گرم مستر بین. مرسی که تا اینجا همراه ما بودین و لطفاً کانال خودتون رو سابسکرایب کنید تا به محض اینکه ویدیوی جدید رو گذاشتیم با خبر بشین. دمتون گرم.